بهترین راهکار برای درمان و تسکین درد سیاتیک. مقدار کلم رو آب کنید و آسیاب کنید. یه ذره تخم مرغ محلی بهش اضافه کنید. یک قاشق مرباخوری آردجو و یک ته استکان هم سرکه بهش اضافه کنید با یک قاشق چایخوری هم زردچوبه. اینو یه معجون به دست میاد. شما اینو هر موقع که درد سیاتیک شروع شد ضماد کنید رو اون قسمت، فوراً درد رو تسکین میده. شما اگر 21 روز این کار رو انجام بدید قسمتی از مشکل درد سیاتیکتون برطرف میشه. که درگیر بیماری سیاتیک هستن به مدت 40 روز یه دونه سی رو هر روز صبح ناشتا قورت بدن. خیلی خیلی برای بیماری سیاتیک خیلی خیلی خوبه. به مدت 28 روز روزی 2 مرتبه نیم ساعت قبل از غذا یک قاشق مرباخوری آب لیمو مصرف کنن. به مدت 20 شب پوست خارجی گردو که سبزه اونو بکوبید با مقداری روغن سیادونه ترکیب کنید و ضماد کنید رو اون قسمت‌هایی که درد سیاتیک هست. خیلی خیلی برای تسکین